بچه‌ها چطورین؟ به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. بچه‌ها گوشی من خاموش شد. اگه دیده باشید ویدیوشو یه دقیقه بچه‌ها کات بزنم بیام. سلام بچه‌ها، من برگشتم. یه مشکل توی سیستم ماینکرافتم پیش اومد، گفتم یه کات بزنم برم اونو درستش کنم و فلان. بعد اونو که درست کردم فهمیدم که اینا اصلا خودشون سرایت میدن. خب اینا خودشون سرایت کنن اینا، و الان من بدبخت شدم. این دیگه چی ندارم. باید داداش خب من واو بچه، من الان از این گوسفندام گرفتم مثلا با نمیری تو فقط من میخوام بکشمت داداش. نمیری. خب الان بچه من باید وضعیت اینجا درست کنم، واقعا نمیشه اینجوری. جون نشد. خب حالا باید شمشیر بگیریم، اینو بذار اینجا. هر چی میخوای هر جا میخوای بذار. بیا الان میرم اونجا. خب بچه ها ببخشید صدا یه ذره اذیت میکنه. من خواستم اینو لال کنم صداشو، ولی یه آره تلویزیونه دیگه، چیکار کنیم دیگه. تلویزیونه دیگه، یه تلویزیون. ایول تختمون ساخته شد. اینو بنداز اینجا، اینا رو بریز اینجا. خب الان آقا باید بریم بسازیم و بده کوفیان اینا رو اصلا بکنم، چون اونجا بیس دارم نمیخواد اینو باشه، و چون اونجا بیس دارم نمیخواد اینو باشه، مگر نه چون اونجا بیس نداشتم اون قبلی ها اینا لازم بود اینجا. ایوای نیفته. خب الان اشکال نداره، یه ذره کوچیک شد ولی بازم خوبه دیگه. همه قنی میکنه قنی. یه دونه اینجا میزنم. بدراک میتونم الان میره فاز بعدی. چه لحظه دیدید داشتم بدراکو میکندم. 30 ثانیه دیگه. 29. من تو موقع بیام چوب بردارم. یه چوب بچه اون قرآن که دیگه نمیتونم اونو کاری کنم، چون قرآن باید بگه. خب اگه قرآن نباشه خب بعد بچه خب الان بدو ساختیم. خب این الان 16 14. چه لحظه دیدی داشت بدراک و ماین میکرد، گفتم ببینم این میشه ماینش. بعدی فکر کنم فاز قاره. اوه نه، بعدی فاز ویلیجه. خوب شد. ببین چون ریسپانم ست کرده بودم این آره هم الان میمیره. داداش این هنوز داره. نباید تخت اینجا میساختم.
بالاخره مرد. خیش باید تخت اینجا بذارم. باید این کرافینگ تیبل هم باید بکنم ببرم اون بر. خب اینو که قطعا باید می آوردیم اینجا می زدیم. نمیدونم کجا بذارمش. این مزاحم اینو بذار بکنم این بریشو. خب اینو زدیم. خب الان باید بدمم اینجا بزنم. خب اینم ریسپان میکنیم. خب حالا نوبت این گوگلیه. من الان پیککس سنگیمو به هدر میدم ولی بازم میتونم بسازم دیگه داشت، چون اینجا استون فراوانه. ماینشفت هم داره. داداش من واقعا اگه با پیککس شما بمیر اونجا. این که داره هنوز کنده میشه. بله به هم باید چرا داشت کنده میشه. نه این شمشیرم باید تو دستم باشه، چون هر موبی که میاد یا خطرناکه. اویرون بچه اومد پیدا نکردم توی قسمت و بچه اصلا اویرون پیدا نکرده بودم توی این قسمت و بچه اصلا اویرون پیدا نکرده بودم توی این قسمت و وای پیدا کن. یعنی من گند بزنم بهت. یعنی ببین من گند بزنم تو این زندگی کوفتی. یعنی آخه چه باید الان چوب ته بکشه نتونم یه دونه چوب یعنی من آرامش خودم رو حفظ میکنم. خب بیا اینجا اینو بگیر، اینو بیا از اینو بساز. خب اینم بکنیم بده که اینم بکنیم سر راه دیگه. ماین کنیم سر راه. این 6 تای دیگه هم بکنیم ماین کنیم. بچه ها من یه چیزی رو فهمیدم که 80% شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید منو لایک ندارید و کلا 20% منو لایک یعنی لایک که نه دنبال کردید و سابسکرایب کردید و من میتونم آیرونیشو بسازم ولی نه آیرونی به درد نمیخوره. آیرونی به درد میخوره ولی زغال نداشتم که داد. ولی اون آیرونه تو دست اون زومبیه بودا. البته اشکال نداره یه دونه آیرونم از دستمون بپره چیزی نمیشه. امیرالد بچه امیرالد داد بهم. یعنی الان بمیرم دیگه فاتحه. امیرالدم هم میپره. بمیر. نمیخوام امیرالدم از دست بدم. اون که با من کاری نداشت. من چی رو زدم الکی اونو. حالا من اصلا گیز شدم نمیدونم چرا زدمش. فقط میدونم که زدمش. حالا اینو باید جا ندارم. این چستم جا نداره. 8
13 تا ایول 13 تا کابلستون دارم. بذار نرزینه بسازیم. 5 تا شده میشه. بچه فعلا تا یه ویدیو دیگه بای بای و ممنون که تا آخر ویدیو ما رو داشتی نگاه میکردی.